سلام بچه‌ها، تو این قسمت راننده‌شو تمام زورمون رو زدیم که بدون هیچ وسیله آتیش روشن کنیم. بیایید با همون باشید ببینیم چطوری گذشت. سلام. تست میکنم وسط بریکینگ بدیم انگار. من میدونم کجاست. کجاست؟ جاده ابریشمه. جاده ابریشم. خیلی برهوته. خیلی برهوته. کاروان سرا هم اونوری. خیف نشیم ان شاءالله. حالا چرا تا اینجا اومدیم؟ چالش امروز. شما سه تا تو این مکان هیچ وسیله‌ای ندارید و باید آتیش روشن کنید. راهنمایی باید چوب و رو چوب بمالی. منظورت چیه؟ کدوم من چوب؟ فقط دیدم. چوب نیست اینجا، مثلا بیابونیم. بچه یه لحظه وایسید ما بریم چوب پیدا کنیم. کجا آوردیم؟ فقط تیره. کجا روشنش کنیم؟ همین جا دیگه. من خودم هم نمیدونم. من فقط به چت جی پی تی گفتم. من تو یه فیلم دیدم. چت جی پی تی یادم میومده. تو یه فیلم دیدم که آقا تام هنگس یه چوب یه ذره درست حسابی‌تر رو یه ذره درست حسابی‌تر رو میمالید روی چوب دیگه. خب این چوبای موثر نیست. الان ما باید بمالیم. خب نداریم الان. این بهتره. نه این نیست. چیه؟ همین اونو بذار. این باید این حالت. وای از اون صدا هست که بعدت میاد ریش میشم. بعدم هیچ کار دیگه نمیتونیم کنیم. بمالیم. وای ولی الان با این بادی که اینجا میاد، خب این بعد یه تیکه از این خس و خاشاک یه جا گیر بدی به این حالت. خدا هیچ وقت فکر نمی‌کردم همچین فلاکتی بیفتم. این اصلا خوب نیست. اصلا به نظر میاد فقط تو بینمون میدونیم چی کار داری میکنی. دیدم تام هنگس اینجوری درست آره. میکرد. آقا تام هنگس. آره. بعد این آتیش بگیره بعدش باید چیکارش کنه؟ فوت خاموشش میکنه بعد. وای داره از اون پودرا درست میشه که توی فیلم ها چیز میشد. کدوم پودر؟ بگیرش. چوبش این نبود. خب همینا رو بعد یه ساعت پیدا کردیم. اصلا ببین داغ شد. بیا حالا یه ذره من بزنم. فکر کنم نباید وایسیم چون هرچی بعد یه دست سایش ایجاد کنی. پخش رو پراکنده یه رده بعد بندازه روش. من حس کنم ازش اتفاقی نمیفته ولی من دود دارم میبینم. آره آفرین ماشاءالله. منم دارم میبینم. فواد ادامه بده فواد. خیلی نزدیکی. خیلی نزدیکی. دود داره میکنه. باورم نمیشه. یعنی بگیر. دارم میگیرم. واقعا اگه موفق شیم این کارو کنیم به خودمون ایمان میارم. دوده فوت کن. در اومد. میدونی مشکل چیه؟ من میدونم اون تو اون فیلم نارگیل داشت. الان چون پوست نارگیل یه جوریه حالت پشم‌طوره، تیکه هاش آتیش روش میمونه و میتونی سریعتر پخشش کنی. با این کاه نمیشه. که با نارگیل دوست میشه، با توپه دوست میشه. با توپ دوست میشه. آقای ویلسون. خوشی آقای ویلسون الان اینجا بود. میخوای من آقای ویلسون شم؟ حسام برو جاگزین. کند. آقا حسام کند. برو. میشه من یه ترایی کنم؟ خیلی داغ شده. چه خوبه. بیا من یه ذره تو استراحت کن، سری با من جایگزین شو. حسام کند ولی رفت. این یه جای آقا حس میکنم تمرینات دستی زیادی نیازه. خوبه که تو این هنر تو بهتر بودی. یه نقطه ثابت میتونم.
کنترل دستمو ندارم. چقدر آروم شد. حساب کنترل دستشو بذاری زنی برگردیم. کنترلشو از دست داده بود. فوت تو دود کردی. حساب کنم یه جای خوبی تو شوخی کنم. هیچ فرقی کرد؟ اصلا اونقدر داغ نیست. بیام فوت تو بیا تو دسته خوبی داری. من میتونم یه کار کنم که رویه بگیرید. میتونم یه آهنگ خوب بزنم براتون. آره به نظرم حداقل حداقل یه موزیکی گوش بشه. بساطه بود هرچی تا الان تلاش کرده بود. ببین فکر کنید اصلا فندکی وجود نداره ها؟ فندک؟ کبریت چی؟ کبریت هم نیست. خب آدم یه جا گیر کنه حداقل بچه‌ها ما براتون این کار میکنیم که اگه یه جای گیر کردید یا بین از این که اصلا تلاش نکنید. آره یا همون اول قطع امید کنید کاملا. آره یا اینکه مثلا بدونید که نه تلاش کنید. امیر جون آبی پهنش کنیم. زیاد چیز نگی کوچیک. چشم وای با کوچیک. خب فواد عجب سرعتی ماشاءالله. ببین همون نقطه همون نقطه دار. ادامه بده گوش داره میاد. تونتر موسیقی برای بیابون موزیک مناسبی. سوختی یعنی؟ آها ادامه بده. همونجا تونتر استفاده نکنی. جمعه است. این تعطیله. این فیلم ها رو دیدی که نشون میده مثلا طرف انیمیشن مثلا زیر زمین رو میکنه خسته میشه بعدش بوده انقدر مونده بود به گنج برسه. آره این همونه. حسابم یه فیلم تام هنگس دیده بود که با همین روش درست کرد. آره دارم دودشو میبینم ولی فقط دوده. وای خیلی داره دود میکنه. چرا پس هیچ اتفاقی داره نمیفته به جز دود؟ برو حقته. نشد؟ آی دستش باورم نمیشه آخه. حساب کن نشد. برگشتم نگاش کردم میخواستم به شما بگم به نظرت قیافه ما شبیه کساییه که شده. اگه قرار نبود ویدیو ضبط کنیم الان میتونستم بیخیال شم ولی بچه ریتم توی کارهایی که تکراری اینا همیشه کمک کرده. شما نگاه کن مثلا یارو توی اینستاگرام دیدید موچی درست میکنه چه ربطی داره؟ مد مکس رو دیدید اون ماشین جلوی گیتار میزنه دیدید؟ آره پس ریتمت بالا تمپو برو انتظامتی ادامه بده
ماشین رو کجا گذاشتی؟ اونجاست. الان تو ماشینه؟ نه اینجاست. آه تو جیبته؟ آره. چیزی میخوای؟ نه میخواستم برم از اینش. جواب نداد؟ نه معلومه که نه. یعنی بیام؟ بابا بس کن دیگه. خود با اون چوب خیلی سخته. من حس می‌کنم سختی اون چوبه بیشتر از تاثیر نداره. بیشتر از سختی اون چوبه از این تخته بیشتره. پس اون این به وای با این خیلی سخته. من از این روش ناامید شدم. نه خب دهن سرویس این بیشتر داره خنکش میکنه. یه حرکت این مدلی هست. نظرم پامم باید بذارم دخیل کنم. آه پام گرفت. دقت کردی عسلی چی کاری نمیکنه؟ برم بیاید من الان کار کنم. که تو انجام بیاید میدین اسمشو نوبت منه. نمیدونم چیه. دارید به من وصله میزنید. مالش شبیه اسمش فوشه. مالشه. باش. خوره آی دوباره پام. سن بالا سن بالا. شما من یه چیزی تو زندگیم خیلی بهش اعتقاد دارم. سرعت درسته مهمه خب نه ولی استمرار مهمتره. سرعت پایین استمرار زیاد. آفرین. ببینم نه این دیگه این الان داداش یه ذره وایسه. دقت هم مهمه کنار اونایی که گفتی. اگر قرار بود مثل عسل شما چوبو حرکت بدیم به نظرم که از اول تلاش نکنید. شما الان تلاش کردین موفق؟ امیر تو اصلا فوکوس نیستی. اوه چرا کج میزنه؟ همه جا میزنی جز اونجایی که باید بزنی. کج میزنه بابا از الان به فکر آیندت این خوب نیست. تو هم اینجا بذار. فوت موفقی این سری دیگه موفقی. چه بویی اومد؟ بوش بوی آتیشه ولی بوش آتیشه خودش نیست. نه ولی که میگی خب خیلی سخته. الان یه پودری اینجا جمع شده که اگه این بعد بگیره این پودر اگه از بین نره پودر آتش. پودر آتش؟ پودر آتیش. آقا اسم خاک چوبه. بهمون بگو چیه اون پودره؟ خاک چوبه. آه دیگه بری تو زمردی به چی میداره؟ چه چیز خاصیه. سیانا خیلی توصیه بیشتری خاک چوبه. چیز خاصی نیست واقعا. بیا به من یه ذره بزنم فوق. یه لحظه اینجاشو میگیری همین. دو پات برو روش با دو پات برو روش. عالی شد. خب ویو خوبیه. فکر کنم بتونم با این کاری که تو کردی. یه جایی حتی نمیتونی چوب که نبود. همین چوبی هم که پیدا کردم نمیتونی تو تکیهش بدی. حساب بگم ویو ناراضی میخوای برگردم. عالی. حساب دستشویی من بره بگیری. حساب همونجا فوت کن تو فوت کن. یعنی امیدوارم یکی از دور با خوشحالم هیچکی حداقل اینجا نیست. این سکانس طلاه باورم نمیشه. که چی؟ چی باورت نمیشه؟ چی دیدی؟ فضا سرت خیلی دستات تو این حرکت ها قویه. میذاره بشین. من واقعا نیاز به آب دارم و البته فکر کنم باید دستشویی برم و گوشتمه. آره کارو در بیارید دیگه.
همینو بریم میشه کم همین میخواستیم آره حسام بیا پاتو بذار رو بذاری آقا حسام لولو حسام خواهد بگیرم امیر خدای شکرت فاعد کو رفته دستشویی جدی میگی؟ آره صدا چی بود؟ میگم حالا که رفته بیا روشنش کنیم باراجی بیا یه دقیقه بابا دهنمونو سرویس کرده خیلی با چالش بیا سخت چالش مسخره چت جی پی تی گفتم به چت جی پی تی امیر وایسا نبین روشنه خب بس بیا بیت فاد بیا فاد بیا باورم نمیشه کی؟ اونم امیر دیدی آخر من این کارو کردم این همه زدن منو مسخره کردی؟ تو رو خدا تو کردی به خدا حسام دی راست میگه امیر بود ببین داشتم با یه زاویه خاصی میزنم بذاریم تو خدا چجوری کردی؟ چجوری که همون روش فقط از بالا حاجی شوب ست شات هم کردی باورم نمیشه خیلی خوشحالم که روشنه خدایی حاجی خیلی بودو وای کاش منم میدیدم حسام قشنگ سکانس با شکوه دیدی و جیغ زدم گفتم جرقه خفه نشه خاموشه خب اصلا بخواید اینا رو از جا برداریم این قسمت دیدیم که شدنی آتیش زیلو توی قسمت بهمون ثابت شد که میشه بدون هیچی واقعا با دوتا چوب هم آتیش روشن کرد حتما نیاز به کبریت و فندک و میدونید یه چیزی که بچه بهتون اثبات شد کسایی که بهتون میگن شما نمیتونید کسایی که میگن شما بد میزنید گوش نکنید من زدم آره من از معذرت میخوام ازت چون من فکر کردم که تو داری خیلی اصلا نمیتونی من نمیدونم چطوری روشن کردی ولی خب در حد خیلی حس خوبیه که شده واقعا خیلی بچه‌ها تلاش کنید اگه یه جا گیر کردید بدون هیچی حالا آتیش نمیدونم چه دردی ازتون دعوا میکنه اگه یه جا بدون آب و غذا و یه جا برهوت گیر کنید ولی یه آتیشی روشن کنید از ساعت آخری لذت ببرید آره دقیقاً لولو ولی حتما یادتون باشه بچه‌ها خیلی خوشحال شدم مرسی با ما بودید که با همون همراهید بچه‌ها سابسکرایب کنید حتما ما بازم از این چالش‌ها بریم یه چالش خفن برای چالش بعدی هم تو ذهنمون داریم هر کاری دلتون میخواد کنید منم موافقم هر کاری دلتون میخواد بکنید دمتون گرم خداحافظ گمشیم از اینجا بریم چیکار کردن اینا باورم نمیشه در رو باز کردیم مگس ها برن نه همه اینا رو دیده تو ببینم میبینیمتون